این مردم بیدار شوین. از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است. عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسید، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. وقتی بنده از دنیا میگذرد سه چیز از پس وی میرود تا گورستان. چی است وی؟ اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر سه اینها تا گورستان از پس مرده میروند. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت، اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عملی او باقی میماند خلاص.